این داستانو گوش کن، آخرش خیلی جالب تموم میشه. میگه که پدری با پسری گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر. ای فزان عمر که ای بی سر و پا در پی تربیتت کردم سر. دل فرزند از این حرف شکست، بی خبر از پدرش کرد سفر. رنج بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش چو شکر. عاقبت شوکت و والایی یافت، حاکم شهر شد و صاحب زر. چند روزی بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر. پدرش آمد از راه دراز، نزد حاکم شد و بشناخت پسر از غایت خودخواهی و کبر نظر افکند به سرپای پدر. گفتی که تو آدم نشوی، تو کنون حشمت و جاه هم بنگر. پیر خندید و سرش داد تکان، گفت این نکته برون شد از در. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جان پدر. خلاصه داستان این که هر کسی که توی مقام و جایگاه بالاییه دلیل بر آدم بودنش نیست، یا بخوام راحت‌تر بگم آدمی را آدمیت لازم است.